دیدی من، مادر تاج سر من، دنیا روشن و زیباست وقتی هستی بری من. خدا گویم خدا جان، ما را دادی مادر جان، همیشه در پناهت نگاه دارش خدا جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی، شوم خاکی پایت مادری جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی، شوم خاکی پایت مادری جان، شوم خاکی پایت مادری جان. مادر جان دیدی من، مادر تاج سر من، دنیا روشن و زیباست وقتی هستی بری من. خدا گویم خدا جان، ما را دادی مادر جان، همیشه در پناهت نگاه دارش خدا جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی، شوم خاکی پایت مادری جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی، شوم خاکی پایت مادری جان، شوم خاکی پایت مادری جان. سلام علیکم دوستان عزیز بیننده های ما. امروز تبریکاتی شهنان در طرفخانه همدم بابا در روز خرسندی خانواده سمی بابا فیروزه خاور که امروز ختنه‌های نبیره های خود را برگزار کرده ایستادند. امروز در این طرفخانه ختنه‌های ابراهیم، کامران و محمد جان شده ایستاده است. این لحظه های خرسندی را می‌خواهیم همراه شما با هم بینیم. با ما باشید با شبکه شهنان. اینک دوستان عزیز، حالا حاضر با کمال احترام به دوره گروه تبریکاتی شهنان را تکلیف میکنیم. مرحمت حسین جان، شما را به دوره تکلیف می نماییم. تشکر. هزار رحمت. آغازی همه سخن سلام است، زیرا که سلام نیز احترام است. سلام و درود بی پایان. السلام علیکم اصل‌الزاده ها، پدر مادران عزیز، حاضران گرامی. یکی شما را به طرف خانه همدم بابا با ابراز خدمت‌های ابراهیم، کامران، محمد جان و خانواده سمی بابا، سنجرکه، اسکندرکه خیر مقدم میگوییم. قدم‌های مبارک شما عزیزان را نوری دیده تاج بر سر می‌خوانیم. مهمانان عزیز، عزیزان دل، می‌خواستیم در این لحظه‌های شادیانه جماعت تبریکاتی شهنان صاحب تویان را، بانوان عزیز خاندان، مادران مهربان را به صحنه تکلیف کنیم و در این لحظه های شادیانه شادباش تبریک و تهنیت های خود و فرزندان را رسانیم. و نجان عزیز دعاگوی مادر مهربان فیروزه خاله و البته عروسان نازنینشان صاحب تویان را، نفیس آیتی، نیلوفر آیتی را به صحنه تکلیف کنیم با قرصک های صمیمانه شما عزیزان. مرحبا. فیروزه خاله توی مبارک باشد. السلام علیکم. این طرف نزدیک دریسته. لحظه های شادیانه را، امروز بزم زیبا را به خانواده‌تان مبارکباد میگوییم. میگویند فیروزه خاله در روزی چنین خرسندی شادیانه چی نیت کنیم اگر فرشته های راهگذر و هر یک نیت های کرده ما آمین میگفتیم. امروز نیت میکنیم به توی نکاحی ابراهیم، کامران، محمد جان آنجان عزیز را رساند و
از دست کلین پاش نبیره کلین ها چای نشیدن نبیره کلین هر وقتی که حالا کشت آمده که وقت با آنا مولا جان خوش آمدید چای کبود می چای سیامی گفته اطرافات ما پروانش نگرده. امروز مادر عزیز شما را به سیمای شما پدر عزیزی خاندان سمی بابا را با روز خرسندی شادیانه نبیره صدقا تبریک میگویم از نام فرزندان میگویند مادر من بهشت خاندانی من بیجانی عزیزی من گلی زیبای سبد خاندان بوی ریحانی من همیشه صحت سلامت گردند. با فکرم 2 نفر فرزند در مسافرت هستند. یاد کردیم بیجان من مادر عزیز من خدا کند که هیچ وقت در دو زندگی را نبینند. همیشه تاج سر طلایی ما باشند و همراهی پدرم دمی پیری و دولت پیری را دیدن نصیب کند. برای پدرم خداوند کریم شفای کامل عطا کند و همیشه در سر ما سایبان حاجیانه و حاجی بابا شده گردند. خدا خواهد از مسافرت برگردیم. حسین جان هم خیلی دوری کودکی دوری زر بوده است، دوری بهترین شیرینی زندگی و حیات بوده است. هم خیلی وقت بود که پدرم پشکی دسترخوان مادرم یا نشان ما فرزندان به یگان غم و اندوه اطرافشان با بازی ها کرده می گشتیم و آن لحظه ها رو یاد کردم. از مسافرت برگردم به دامان مادر می نشینم و از آن دستان شرفمندشان بوسه می زنم، از آن روی پر از نورشان تماشا میکنم و از آن چشمانی پر از مهرشان سفر میکنم به کودکی هایم که دوری بیغمی زندگیم بود. خدا و شکر که چنین پدر را چنین مادر را برایم نصیب گردان. برای مادرم رسانید که باز از دیر شعر میگویم برای مادرم، از صداقت میکنم جان را فدای مادرم، مهر بیمانندی او را سالها پروردم، مینی هم با شادمانی سر به پای مادرم، خدمتش را کردم و نوری سعادت یافتم، چون بهار آراست عمرم را رضای مادرم. مادرمان تا دنیا باشد تا هستی حیات در سری ما سایبان باشد. دوست می‌داریم همیشه صحت سلامت باشد. یاد کرده گواهی رسانید و بگوید که دلم خواهد روم بر کوی مادر، وجودم پور شود از بوی مادر، تمامی روی دنیا را بدیدم ندیدم روی خوش جز روی مادر. برای همه فرزند از همه زیباترین زن دنیا مادر است. شما را از نام فرزندان صدقاً تبریک میگویم. دوست می‌دارم شما را همیشه سایبان سر فرزندان باشه. نفیس آیتی نیلوفر آیتی توی پسرها برایتان مبارک باشد. امروز شمایان را از نام نزدیکانتان که در مسافرت هستند تبریک میگویم. گفتند هزار رحمت برای کریم پاشاهای خاندانمان. چون گفتم ما مسافری و تشویش‌های زندگی که گردیم اگر از حال و احوال پدرم مادرم خبر میگیرند و خاندان ما کیرین دختر شده در آمدگیشون ما شکرانه میگویم برای خداوند. همیشه همراهی برادرانم خوشبخت حیات را بسر برند. فرزندانشان را من امروز خدمت‌های کرده ایستادند. خدا کند که بخت و کمال و توی نکاحیش رساند و خودشان برای کریم پاشاها عطا کند. از خداوند چنین نیت‌ها را آرزومندیم. بخواهم آسمان ماند برایت، زمانی گلفشان ماند برایت، بخواهم از همه پیر و جوانها فقط رنگین کمان ماند برایت. خوشبختی امروزه لحظه های شادیانه حیات را برای همه مادران عزیز، برای فیروزه خاله نفیس آیتی نیلوفر آیتی بار دیگر مبارکباد میگویم. مبارک باشد. حالا باشد از نام فرزندان برای شما عزیزان که مادر خودش گل ثبت خاندان است. فیروزه خاله خداوند چنین مادران را زیبا آفریده است که پیغمبر خدا هم فرموده است همان روزی که زن را آفریدند گل نازی چمن را آفریدند، با حسن و قامتش اندازه کرده سپس سرو و سمن را آفریدند. شمایان گلی زیبای ما فرزندان هستید. همیشه صحت سلامت باشید. امروز باشد برای مادران عزیز گلدسته های تر و تازه را تیار کردیم از نام فرزندان در زیر خرسک های مهمانان تقدیم میکنیم. تویها مبارک باشد. مرحبا.
نفیسایتی نیلوفرایتی اینقدر مهنت های شایان و شایسته کردید. امروز فیروزه خاله گفتند که آنها دختری من کلین نگوید خفه میشوم. برای دخترانم هزار رحمت گوید که همیشه از حال احوال ما خبرگیر هستند. در خدمت من لبای گفته در خدمت هستند. برایشان خوشبختی آرزو مندم. خدا کند سنی مبارکی ما را ببینند و فرزندانشان به کلین آورده چنین کلین های مانند خودشان نصیب کند گفته با یک نیت های نیک در روزی توی و تنتنه انگشترین طلا برای هر دو عروس نازنینشان تیار کردن از نام سمه بابا از نام فیروزه خاله قبول کنید. توی ها مبارک باشد. مرحبا. برای فیروزه خاله، برای نیلوفرایتی در اینجا باز توفه ها ما هست در زیور و البته دستمانه طلا انگشترین طلا تقدیم میکنن از نام دادرانشان. مرحمت مبارک باشد. نیلوفرایتی از نام دادران خوشبخت‌ترین عائله را خوشبخت‌ترین زمانه برای شما را مبارک باد میگویم. مبارک باشد. برای نفیسایتی از نام دادرانشان از نام تقاجانها تقدیم میکنند گوشوارهای طلا و البته انگشترین طلا است تقدیم میکنند. مرحمت مبارک باشد. بار دیگر توی تنتنه فرزند مبارک. مبارک باشد. فیروزه خاله از نام نفیسایتی باز از نام دخترتان انگشترین طلا برای شما مرحمت تقدیم میکنیم. مبارک باشد. فیروزه خاله امروز روز خرسندی است. چخلی که گفتیم در روز خرسندی نیت کنیم جامعه عمل میپوشید است. خدا کند که همین سال تا سال نو یا بعد از سال نو به خاندانتان ما برای پیشواز گرفتن حاجیانه رفتن نصیب کند. از آن روز فیروزه خاله نی حاجیانه عمره مبارک باشد گفته شما را تبریک کردن نصیب کند. با چنین نیت ها از نام فرزندان عزیز و اصیل در روی دنیا که تمام دنیا تن گرفت کتاب قیمت بهاترین قرآن کریم را پیشکش شما میکنیم. مبارک باشد. خدا کند که حاجیانه همراهی سمه بابا حاجی بابا شده آمدن نصیب کند. مرحمت تقدیم میکنیم. مبارک باشد. و البته باز توفه ها هست در اینجا از نام اهل آیله از نام خواهران برای نفیسایتی نیلوفرایتی توفه ها هست. مرحمت تقدیم میکنیم. مبارک باشد. اسکندرکه بیاید یانشان با نزدیکتر و از نام شخصا اسکندرکه در اینجا برای مادرشان برای بهشتی خاندان انگشترین گوشوارهای طلا را تقدیم میکنند. آنقدر زر و زیور را پیش پای قدم مادر گذاریم کم است. آنقدر مهنت هایی که برای فرزندان را با وی رساندن کردید امروز ثمرش را میبینید. مبارک باشد. توی ها مبارک. اسکندرکه لحظه های خرسندی را بزم زیبا را برایتان برای شما برای سنجرکه برای پدرتان سمه بابا مبارک باد میگوییم. مبارک باشد. اکرام باشد. فیروزه خاله میخواستیم برای مهمانان حتی خوش آمدید را شنویم برای نبیره ها نیت های نیکی شما را. مرحمت. خوش آمدید مهمانای گرامی. اجازه بدید همین که نبره چوما تبریک کنم. دلم سو سلامت بیدار کرده. تپسرم مسایبان شده خیلی جینم سو سلامت نقش کرده.
Hamina ko'ya budagesh bishkur. Nevarona budagesh bishkur. Farzandona budagesh bishkur. Xush omaded mehmonlar, xush omaded. Rahmat. Tashakkur. Va keling podshohim, marhamat, Nafisoyati, marhamat. Mehmonlar xush omaded. Mehmonlar aziz, xush omaded. هم خیر روزای نیک و هم ما دیدار شدیم کدا دیده شدگی و خدا بشکر الهی همین روزای نیک شود و عدوشید پس درایت میکنم دوگانه موجودم الهی سنت دای محمد جون با همجا با هم خیلی شتن نصیب کنم الهی جانم قبول شود دامادی خوشره شود همه نیتای نیکم از برای همین دوگانه موجودم دو دنیای سعادتش برسیدم وقتی شدم با جامعه شدم با ملاقات که قشا پیش شدم با الله مهربان الهی لایق بود الهی شما چی نیت نکشان باشد همش برسد الهی مهمانم خوش آمدید هزار رحمت، تشکر، مبارک باشد. اما جانی عزیز شما یادت تبریک میکنید. مرحمت. اسمتون که تبریک میکنم مهمانم خوش آمدید خیلی همی جان دیوارت مبارک شد شما با سنت مبارک شد و این سال دوباره اجاش ببین شما نم سراتون نیکوفته اش به جلسانی دام ببین هم میشنم شد نقشه دامه هزار رحمت و اکنون فیروزه خدا ما در اینجا اپراتورها در خدمت هستند لحظه ها را با تاریخ مهر میسازند و ما از اهل صنعت از اکای شهرت و از اکای بیزوجان التماس میکردیم سرودهای شوخ و رقصی بهترین را برای امروز صاحب تایان سرایند و از صحنه رفتنش نیست یک جای همه را برای رقص تکلیف میکنیم برای استادی عزیز بانوی سخن شغل آهن را برای حسین جان هزار رحمت وقت دادن برای ما مهمانان تشکر سلامت باشند برای اعتبارتان تشکر Oynangsız canım bugün canım bugün tuyumda oynan Kança iller tuttiniz bu tüylerge yetiniz Hatta vırlar sabıran oynan indi olacağım Sağla canım bugün tuyumda oynar Oynaksız ağla canım bugün tuyumda oynar Kançaylar tuttiniz bu tüylerge yetiniz Hatta birlen sabıran oynak indi olacağım Oynak indi olacağım Hatta birlen sabıran oynak indi olacağım Oynaksız ağla canım bugün tuyumda oynar Oynaksız ağla canım bugün tuyumda Kançaylar tuttiniz bu tüylerge yetiniz Hatta birlen sabıran oynak indi olacağım
3 اینک بیننده های عزیز امروز ما در طرفخانه همدم بابا مهمان شدیم صاحب تویان صاحب جشن های امروزه را در این لحظه های خرسندی شادیانه تبریک کرده و البته پیشکش شما کرده ایم با ما باشید با شبکه شهرام خدا نگهدار